سلام، من امروز میخوام به شما دوخت یک دامن ساده را آموزش بدم. برای دوخت این دامن ما نیاز داریم به 1.5 متر پارچه. من قبل از اینکه این پارچه رو بدوزم به مدت 1 ساعت توی آب سرد گذاشتمش که آب رفتش برطرف شه. ولی اگه شما جنس دیگه ای از پارچه رو خریدین نیاز نیستش که 1.5 پارچه رو بخرین. من به خاطر آب رفتش این میزان بیشتری از پارچه رو خریدم. بعد ما برای دوختن این پارچه نیاز داریم که تارهای پارچمون این تارهامونه. تارهای پارچمون رو از پشت روی همدیگه بذاریم و این راسته رو تا آخر بدوزیمش. حالا میریم که دامنمون رو چرخ کنیم. خب حالا ما میایم از روی تارهای پارچمون که روی همدیگه قرارشون دادیم چرخکاریمون رو انجام میدیم. درجه دوخت من روی 2. حالا شروع میکنیم به دوختن. راستمون رو دوختیم. حالا این سر پارچمون رو باید صاف کنیم چون که همینجور که میبینین صاف نیستش. حالا با استفاده از گونیا و صابونمون گونیامون رو قرار میدیم و یه خط صاف میکشیم. و این خطمون رو همینجور تا پایین ادامهش میدیم. خب حالا با قیچی این راسته ای که خط کشیدیم و قیچی میکنیم. خب حالا ما بعد از اینکه این کجی پارچمون رو برطرف کردیم حالا میخوایم کمریمون رو بدوزیم. کمری دامن من سرخوده. حالا میایم دقیقاً از بالای پارچه از اینجا تا میزنیم و من میخوام میزان کمریمو 5 سانتی متر بگیرم به اضافه 1.5 سانت جای دوخت میشه با هم دیگه 6.5 سانت. خب این 6.5 سانت رو از اینجا علامت میزنیم. 6.5 سانت میشه اینجا. خب حالا باز از این پایین 1.5 سانتمونه که جای دوختمونه تا اینجا تا میزنیم و این میشه کمری ما. بعد ما از اینجا کلا تا سرمون رو چرخکاری میکنیم و این میزان رو میدوزیم ولی به اندازه نزدیک 3 الی 4 سانتی متر رو باز میذاریم برای اینکه بعدش کشمون رو رد کنیم. حالا میریم که این راسته کمریمون رو چرخ کنیم. حالا ما کمریمون رو سر تا سر سوزن زدیم و ثابتش کردیم. کمری من 4.5 شده پهناش. حالا شروع میکنیم به دوختن کمریمون. از همینجا شروع میکنیم به دوختن. اینجا هم همینطور که گفتم چند سانتی متر باز میذاریم تا بتونیم کشمون رو رد کنیم. همینطور که ببینید اینم از کمری ما.
حالا میریم که داخل کمری کش بندازیم. خب حالا میخوایم کشمون رو از کمریمون رد کنیم. حالا میخوام ببینیم چه مقدار لازمه برای کش برای کمریمون. شما میتونین با استفاده از متر دور کمرتون رو بگیرین و هر چقدر که دور کمرتون بود منهای 5 کنین. یا اینکه اگر اون کار رو انجام نمیخواین بدین، میتونین کش رو دور کمرتون بگیرین و هر جا که احساس راحتی میکنین و انگار اون کمر شما رو نگه میداره راحتین قیچی کنین و بیاین ازش استفاده کنین. حالا با استفاده از سنجاق قفلی فرو میکنین توی کشمون و از همین جایی که کمریمون رو باز گذاشتیم میدیم داخل و کشمون رو از کمریمون رد میکنیم. به این صورت سنجاق قفلی رو هی میدیم جلو و این کش کم کم میاد داخل کمریمون. این کار رو سر تا سر کمریمون انجام میدیم تا کشمون برسه به اون طرف. خب حالا کش ما از این طرف در اومد. حالا این دوتا ور کش رو هم دیگه میذاریم و این راسته رو چرخش میکنیم. حالا میریم که چرخش کنیم. حالا کشمون رو از کمرمون رد کردیم و این راسته رو میدوزیمش. حالا ما کشمون رو دوختیم و کش رو میدیم داخل. بعد حالا اینجا این تیکه‌ای که بازه رو باید بدوزیم و حواستون باشه که کشتون هم تاب نخوره. اگه تاب بخوره دیگه رو کمرتون خوبم وای نمیسته. بعد شروع میکنیم به دوختن کمریمون. یه کمری ما به اتمام رسیدش. حالا میریم که پایین دامنمون رو صاف کنیم، اضافهشو برش بزنیم و پایینشو بدیم. اینجا من قد دامنمو گرفتم و میشه اینجا. برای پایین لباسمون حدوداً 4 سانتی متر جای دوخت میذاریم و این 4 سانت رو برش میزنیم. خب پایین دامنمونم برش زدیم و 4 سانتی متر هم که جای دوخت داشتیم. حالا برای دوخت پایین 4 سانتمون 4 سانتمونه که علامت زدیم، از این ور 2 سانت میایم بالا و باز دقیقا از همین جایی که تا زدیم یک تای دیگه میزنیم. این تا رو که زدیم دقیقا عین کمریمون میشیم و این کل راسته رو سر تا سر میدوزیم. برای اینکه کارتون راحت شه اینجا رو ما سوزن میزنیم دونه بدونه، دقیقا عین کمری فقط باید دوخته شه. و بعد از اینکه دوختیمش یک اتو باید بزنیم برای اینکه کارمون پرس شه و قشنگ وایسه. خب من حالا دور تا دور پایین دامن رو سوزن زدم. حالا وقت اینه که پایینش رو شروع کنیم به دوختن.
این پایین دامنمونه.